دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که دادگاه نویه دوستی ولایت ختلان یک ساکن ترکمنتبار این نویه را برای برخلاف قانون تنظیم رسم و آیین برگزار کردن ختنسور نبیره‌هایش و همچنین یک آوازخوان محلی را برای خدمت و هنرنمایی در این توی غیر قانونی به جوابگری ماموری کشیده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل، انم و بیبیویشا عبیدونا ساکن دهه قهرمان جماعت به نام گلمرادوف نویه دوستی برخلاف طلبات قانون تنظیم عمل کرده روز 8 سپتامبر سال 2021 روزانه در حوله استقامتیش بدون خبردار نمودن مقامات وکالتدار و کمیسیه دائمی محلی دایر به برگزاری ختنسور معرکه ختنسور نبیرگانش انموف جنگلدی بردمرادویچ سال تولدش 2014 و انموف کریم بردمرادویچ سال تولدش 2016 را با دادن تعام به همسایگان و خویش و تبارانش گذرانیده بعدا خود همان روز ساعت 19:00 تا ساعت 22:00 در نزد حوله استقامتیش با خدمت رسانی صنعتکاران بزم توی ختنسور را گذرانیده است. همین طور خبر می‌دهد مرکز مطبوعات دادستانی کل خوشوقتوف عبدالستار جورایویچ که از 5 اکتبر سال 2017 خود را در ناظرات انداز نویه دوستی همچون صاحبکار انفرادی ثبت نام کرده در جشن و معرکه به سرودخوانی مشغول بود، برخلاف طلبات قسم یکم ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده روز 8 سپتامبر سال 2021 در اساس شرطنامه از ساعت 19 تا ساعت 22:00 در نزد حوله استقامتی شهروند انموه با خدمت رسانی صنعتکاران بزم توی ختنسور نبیرگان این شهروند خدمت کرده است. طبق ماده 9 قانون تنظیم رسم و آیین ختنسور تنها در دایره عائله و بدون دعوت صنعتکاران باید گذرانیده شود. به این دلیل پروکورور نویه دوستی نسبت به انموه و خوشبختوف بر اساس قسم یکم ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده به دادگاه سپرده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل گفت با قرار دادگاه نویه دوستی هم صاحب توی و هم آوازخوان به جوابگری مأموری کشیده شدند، ولی چه جزا گرفتن آنها را مشخص نکرده است. ولی قسم یکم ماده 481 همچون جزا برای ویران کردن قانون تنظیم همچون جزا جریمه به اندازه 110 نشان دهنده برای حسابها یعنی به مبلغ 6600 سومانی را پیش بینی میکند.